هستیم. مهمان عزیز داریم آقای مهدی محمدی، کتابخوان و هموطن گرامی ما با سابقه کار در دانشگاه تهران در رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی. ایشون الان فعلا بازنشسته هستن و خب در دوران بازنشستگی ایشون میخوام از تجربیات ایشون در مورد کتابخانه استفاده کنیم. آقای محمدی خیلی خوش اومدید، زنده باشید. خیلی زحمت کشید، قبول زحمت کردید، در خدمتتون باشیم. ضمن سلام و خدمت بینندگانمون در اون کتاب و موضوع کتاب منم از حضور شما و بقیه عزیزان تشکر میکنم و تشکر میکنم سلام و تشکر میکنم خدمت بینندگان عزیز. این کتابی که میخوام خدمتون در موردش صحبت بکنم روستاییان و مشروطیت ایران هستش که جناب آقای سهراب یزدانی گردآورنده و نویسنده این کتاب هستند. بازرس ارز کنم افرادی نام آشنا مثل آقای دکتر محمود اسماعیلی نیا، آقای محمد چگینی، آقای محمد تقی پور احمدی چکتاجی گیلانشناس بودند، ایشون گیلانشناس برجسته، و آقای دکتر حجت فلاح تونکار. این افراد زحمت کشیدن، به آقای یزدانی کمک کردند. کتاب شروعش در رابطه با چند تا از انقلاب هایی هستش که در کشورهای مختلف مثل روسیه و آلمان و ایتالیا افتاده و بیشتر نقش مهمش توسط روستایی ها و رعایا بود. این کلام که این یعنی که میگید که بحث روسیه و ایتالیا اون دور زمان مثلا بحث بولشویکی مثلا مطرح بوده، منظورتون همون حالت کمونیست، حالت کمونیستی داشته این بحث نه یا نه مثلا بحث داخلی؟ نه، بحث داخلی داشته. معمولا در اون زمان کارخونه و یا مسئله نفت و اینا زیاد مطرح نبود که تمام هزینه دولت توسط روستاییان و کشاورزان و دهقانان تهیه میشد و این قشر متاسفانه مرتب مورد ظلم و ستم قرار می گرفتن و این ظلم و ستم فرقی نمی کرد، در هر کشوری که باشه مندگار نخواهد بود و باعث طغیان روستایی ها و کشاورزان می شد. در ایران هم خب مستثنا نبود. ما مالکین زیادی داشتیم که افراد از طرف شاهان قاجار وقتی به فارس یا آذربایجان یا گیلان به عنوان استاندار یا حاکم اون وادی میرفتن، اونجا صدها روستا رو غصب میکردن و به نام خودشون ثبت میکردن و بزرگ ارز کنم علاوه از مالیاتی که دولت تعیین کرده بود، خانها، ملاکین، مباشرین از روستاییان میگرفتن و این موجب میشد که خب ظلم مضاعفی به روستایی‌ها بود، ستم مضاعفی بود. اونها ملاکین افرادی رو در اختیار داشتن که مسلح بودن و خب قدرتشون به قدرت کشاورزا میچربید و اینها بزرگ ارز کنم باعث شد که خب طغیان میکردن و چه در ایران چه در روسیه و یا ایتالیا کشور دیگه. نظام شاهنشاهی یا مثلا هزار روسیه رو دادن کنار و کمونیست رو جایگزین کردن. یه نظامی که بودن آقا همه
مردم برابر، حالا با اون خاصیت این تفکرات خود صحبت که کاری نداره. من میگم که این طغیان روستاییان توی شمال ایران که فکر کنم بحث سالس اینا بود، این برمیگرده به اون حکومت کمونیست بولشویی که دوران روسیه نه منجر به شوروی شده. نه این فقط همون ظلم و ستمی که از طرف حکام و ملاکین به مردم میشد موجب طغیان شد. البته در شروع مشروطیت دهقانان و کشاورزان زیاد با مشروطیت همراه نبودند، ولی وقتی که مجلس شورای ملی تأسیس شد، بعد از اون عریضه هایی نوشتن برای مجلس و مجلس یک اقداماتی کردند. یک سری دیگه کشاورزها و انقلابیون مشروطه اونجا بود که به کمک هم اومدن. یه مقدارم خب مجلس تونست به کشاورزا کمک بکنه، انجمنهای ایالتی و ولایتی رو تشکیل دادن، ولی در هر صورت باز همون مشروط هم نتوانست اون خواسته های کشاورزا رو تامین بکنه. در حقیقت مسئله ایران هیچ ربطی به مسئله کمونیسم و این حرفا نداشت، فقط مسئله ظلم و ستمی بود که توسط شاهان قاجار به کشاورزها و یعنی منظور اینه که مثلا این کشا اصلا در جهتی نبود که بخوام پادشاهی رو برانداز کنن یا نه سیستم مثلا دیگه یا کار بیارن برای دولت، نه بله. حتی کشاورزها حاضر بودن مالیاتی که دولت تعیین کرده اون رو پرداخت بکنن، با اون هیچ مشکلی نداشتن. مشکلشون اونجایی بود که کدخداها، مباشرین و ملاکین مازاد بر اون مالیاتی که تعیین کرده بودن میخواستند و این میشد که و متاسفانه ملاکین یک سری ظلم های دیگری میکردن. به این شکل بود که حتی می اومدن دام ها و گندم و جو و محصولات کشاورزی رو دزدی میکردن، چون قدرتش رو داشتن، مسلح بودن، نیروهایی که تحت امرشون بود. این بود که اینها بزرگ تنظ کنم، ولی کشاورزا حاضر بودن مالیاتی دولت تعیین کرده بدن. حتی ناصرالدین شاه یک سری بخشودگی هایی رو برای کشاورزان اعمال کرد، اما خانها اون رو قبول نکردن و ملاکین همون رو نمیبخشید. آفرین. یکی از مزارات کشور ما کلا به تاریخ که همچین چیزی بود، یعنی مثلا رسم هم حکومت تو مملکت ایران، حالا همون دوره قاجار در نظر بگیریم، یه سری مسائل برای مردم آزاد میذاشت، ولی زیردستا انگار خوشحال نبودن، چیزی براشون نداشت. همینطوره. و خب کسانی که اطراف شاه بودن اونها هم طرفدار ملاکین بودن. گزارشاتی که به شاه میدادن گزارشات درستی نبود و شاه هم اونطوری نبود که بیاد بزرگ کنم افراد مورد وثوق خودش رو به روستاها بفرسته. البته بودن بعضی از شاه‌ها، ولی کم بودن، به روستاها بفرسته و وضعیت روستاها رو ببینه. اونها با همون گزارشاتی که افراد چاپلوس بهشون میدادن قناعت میکردن و ملاکین و خانها و این هم کار خودشون رو انجام میدادن. حالا این نویسنده دقیقا کدوم نقطه از تاریخ مشروطیت رو در بر گرفته توی این کتاب؟ تو این کتاب خب ببینید ایشون در رابطه با
مشروطه روستاییان و مشروطه صحبت کرده. بیشتر نظر این کتاب این است که مسئله ظلمی که به کشاورزها می شده اون رو بیاد گوشزد بکنه. و برای منم این مطالب خیلی جالب بود، چون شنیده بودم ولی حس نکرده بودم، اما این کتاب رو که خوندم حس کردم که چون پدر مادرامون تعریف میکردن در گذشته چقدر خانها ظلم میکردن و اینها، ولی خب ما خودمون در اون دوران ندیده بودیم. دوران قبل از ما بود که گذاشتن کنم این قضیه اتفاق میافتاد. این است که در این مشروطه زمانی که حرکت کردن مشروطه خواهان، بیشتر کسانی بودن که رفته بودن خارج، تحصیل کرده بودن و بعد در کشور افرادی که یک مقدار دید بازتری داشتن و بروزتر بودن، اینها با هم شدن. روستاییان نقش چندانی نداشتن در به وجود آمدن مشروطه، اما زمانی که دیگه مشروطه اومد، مجلس شورای ملی رو تشکیل داد، یک سری تظلم خواهی از طرف کشاورزا و رعایا شد. اون زمان خب مجلس کمک های شایانی کرد، انجمن های ایالتی و ولایتی رو تشکیل داد. البته اون هم باز مشکلات خاص خودش رو داشت. گاهی ایالت ها انجمن های ولایتی رو نمیپذیرفتن و اینها برمیگشت به همون توطئه هایی که باز ملاکین انجام میدادن، نفوذ میکردن در شوراها و باز هم سعی میکردن که شوراها نتونن اونطور که باید شده. بله نفوذ داشتن، بله، چون اینها حتی برای رفتن به مجلس شورای ملی میتونستن از همون کشاورزهایی که سالها بهشون ظلم کرده بودن، حالا اون کشاورزها گاهی رو دربوسی میکردن، میومدن رأی میدادن بهشون، گاهی میترسیدن، گاهی به طرق مختلف حتی میتونستن وارد مجلس هم بشن. بله بعضیاشون میشدن. اینجوری نبود که نماینده های مجلس همه نماینده های واقعی مردم باشن. بله 100%. بله و همین دلیل بود که خب در دوران قاجار تا پایان دوران قاجار همچنان خانها و ملاکین توی این مملکت جولان میدادن و کار خودشون رو میکردن. نه حکومت، نه مجلس، نه مشروطه، اینها نتونستن اونطور که باید شاید جلو اینها رو بگیرن. من یعنی یه مطلبی داخل پرانتز اینجا خدمت شما عرض کنم. ببینید در اون زمان تمام هزینه مملکت توسط کشاورزا، دامدارا تامین میشد، چون ما نه کارخونه‌ای داشتیم، نه نفتی داشتیم، نه درآمدهای آنچنانی داشتیم، نه معادنمون اونچنان فعال بود. اینه که این قشری که اینقدر زحمت میکشیدن متاسفانه مورد ظلم و ستم خانها قرار میگرفتن و حکومت هم میدید که خب همین ملاکین میان به حکومت کمک میکنن، پول میدن، ولی خب از مردم میگرفتن. اون کمکی که ملاکین بهشون میکردن اونها رو حساب میکردن. ملاکین هم اکثرا کسانی بودن که از طرف حکومت، یعنی خانواده خود قاجار بودن، خارج از اون نبودن و همین دلیل بود که اونها همه جا میتونستن نفوذ داشته باشن. از خانواده خودشون بودن، هیچ دادگاهی نبود که بتونه نمیبردید. بله. حالا من میتونم انتخاب بکنم یکی از بزرگ ارز کنم که این انقلاب هایی که در جهان
اتفاق افتاد. اینجا خلاصه ای رو براتون بگم و یا تعریف بکنم. این از سده 19 شروع شده، از اوایل قرن 19 این داستان ها شروع شده. چند تا قیام دهقانی شده. البته این قیام های دهقانی چند سالی هم طول نمی کشید که سرکوب می شد، حالا توسط همین که عرض کردم دیگه ملاک بودن و بله اونا قدرت نظامیشون زیاد بود، قدرت نظامیشون زیاد بود و اینها اون قدرت نظامی اونطوری نداشتن. بله زیر بارم نمیرفتن که این اطلاعات رو تحویل بدن، حالا به اسم تفاهم‌گری شاید بعدا این کارم انجام میدادن. بله بعد این ایلات یکی از دلایلش اینه که این اسلحه به دست بودن و همیشه هنوزم حتی هستن. بله و خیلی اعتقاد به اسلحه داشتن، به خاطر همین نبود. گفتم ما اگه اسلحه‌مون تحویل بدیم که قدرتی در مقابل حکومت نداریم. بودش عرض کنم که همینطوره، ولی متاسفانه اونها هم در جهت حفظ منافع خودشون بود. یعنی اونها هیچ کمکی به کشاورزان و رعایا نمی کردن. اونها هم در جهت حفظ منافع خودشون می اومدن چراگاه ها کشاورزا رو استفاده می کردن ازش و کشاورزها قدرت این رو نداشتن که با اونها هم بتونن، یعنی هیچ قدرتی نبود که در اون زمان به کشاورز کمک بکنه. ایلات هم همین نظر رو داشتن، ولی اونها هم مثل همین خانها عمل میکردن. اونها هم میومدن چراگاه ها رو میگرفتن. بزرگ فرض کنم که محصولاتی که کشاورزا داشتن گاهی ازشون میدزدیدن، گاهی به غارت میبردن. اون همینطوری نبود که به کشاورز کمک بکنن. یعنی مسئله قدرته، یعنی انگار قدرت خودش فاسد میکنه. همینطوره. بله همینطوره. یعنی اگه بدونی مثلا کسی بدونه که قدرت جلوش نمیگیره کاری انجام بده، انگار براش فرق نمیکنه، در نهایت اونم فاسد میشه. همینطوره. قدرت در هر جایی که باشه و هیچ کنترلی وجود نداشته باشه، قطعا در پایان به فساد کشیده میشه. اینطوری نیستش که قدرت بیاد به مظلوم کمک بکنه. خب حالا شما این کتاب رو چجور میبینید؟ من به یه توضیح مثلا مختصر رو خواستید. فرض کنید من به عنوان بیننده این برنامه میخوام از روی توضیحات شما ببینم کتاب به دردم میخوره بخونم یا نه. چجوری میبینید این کتاب؟ ببینید، متاسفانه یا ما تاریخ نمیخوانیم یا تاریخ را میخوانیم و عبرت نمیگیریم. به نظر من برای هر ایرانی نیاز هست که تاریخ را بداند و از آن. ما در دورانهای مختلف ظلمهایی به ما روا داشته شده، تحمیل شده و ما متاسفانه به دلیل همین دو موردی که عرض کردم، یا نمیخوانیم یا عبرت نمیگیریم، باعث شده عادت کردیم به اون ظلمها. بنده خودم بارها شنیده بودم از پدر مادرم ظلم افرادی که اونها هم البته از پدر مادرشون شنیده بودن، خانها و مالکین به مردم روا می داشتن و یواش یواش عادت شده بود براشون و حتی بعد از اینکه اون ملاکین و اینها هم رفته بودن، گاهی بر اساس همون قوانینی که اونها گذاشته بودن و بر پایه ظلم برقرار شده بود، باز هم میدیدی که بر همون تکیه میکردن و همونا رو برای خودشون میومدن بر اون استناد میکردن. من به نظرم این کتاب رو نیاز است که هر ایرانی بخونه
و واقعا روش فکر کنه و بشناسه چه کسانی ظلم میکنن و چه کسانی میان این ظلم را عادی سازی میکنن بر مردم. و متاسفانه یک وقت کسانی می آیند و این ظلم رو باش مبارزه میکنن و مردم بر علیه همون شخص قیام میکنن. برعکس میشه. مثل امیر کبیر. امیر کبیر کسی بود که واقعا با ظلم درباری ها مبارزه کرد، جانش را گذاشت، ولی در همین سبز میدان سفیر انگلیس با ماشینش رد میشد، دید همون مردم دارن شادی میکنن و شیرینی پخش میکنن به خاطر مرگ امیر کبیر. اینها متاسفانه مسائلی است که در طول تاریخ برای ما پیش میاد. شاید در کشورهای دیگری هم اتفاق افتاده باشه، ولی خیلی کشورها تونستن از این مرحله عبور کنن. چرا اینجوریه؟ این مسئله رو خیلی ما داریم. میگن صبح روز بر متصل میگفتن بعد از ظهر لعنت بر متصل. مثلا میگم حالا همون مردم چی میشه؟ چرا اینجوری؟ چرا مثلا به این هم خیلی ما دیدیم. یا حتی روابط عادی هم یه روز مثلا صبح از یکی تعریف میکنن دوره بعد از ظهر چی میشه؟ چرا اینقدر دهنبینی میشه که بدون اینکه هیچ اطلاعی داشته باشه از کسی دربارش قضاوت میکنه؟ من اینا رو خیلی دیدم. این اخلاق از کجا میاد؟ بودش ترس کنم که در گذشته توی ایران، من حال ایران رو عرض میکنم، در گذشته توی ایران به شکلی بود که مردم بیشتر تقلید میکردن و این مسئله تقلید با کمال تأسف ما رو به اشتباه میندازه. ببینید، ما به دلیل همون ظلم هایی که عرض کردم بر ما میشد، مجبور بودیم یک نکات مشترکی رو پیدا کنیم از هم و روی این نکات مشترک بیایم با هم پیمان بشیم. برای اینکه این پیمان بیاد استوار بشه، سعی میکردیم یک رهبری برای خودمون مشخص بکنیم و خودمون رو مسئول میدونستیم که این رهبر رو ازش تبعیت بکنیم. هر زمانی که اون رهبریت، حالا چه توی روستا باشه توی جامعه باشه، فرقی نمیکنه، اون میاد راه رو به ما به اشتباه نشون میده، ما هم به اشتباه میدیم. با کمال ما در گذشته ببینید یک قنات بود، از این قنات همه استفاده میکردیم. ما میخواستیم به یه مسافرت بریم، به خاطر اینکه دزدها به کاروان ما نزنه سعی میکردیم که کاروان با هم باشیم، یا یک کاروانی اگر بزرگتر بود همه با هم باشیم، چون دزد وقتی میومد اموال همه رو میبرد و ما سعی میکردیم باز یک رئیس کاروان داشته باشیم. با کمال تأسف وقتی اون به اشتباه میرفت ما همه به اشتباه میرفتیم. بله، در زمان مصدق هم که شما فرمودید به همین شکل شد. وقتی اومدن بعضی از رهبران نهضت مصدق رو دستگیر کردن و کشتن و یک سری افرادی که به عنوان رهبر نهضت بودن اینها خریداری شدن، با کمال تأسف اومدن اونها راه اشتباه رو به مردم میشن. یعنی مردم چون اونها رو امین خودشون میدونستن قبول میکردن. بله، این بود که صبح میگفتن با خون خود نوشتم، از جان خود گذشتم، یا مرگ یا مصدق. بعد از ظهر گفتن من. این است که این در تمام طول تاریخ بوده. این مربوط به
تنها ما هم نیست. شما نگاه بکنید ببینید که در زمان صدر اسلام هم به این شکل بوده. مسلم بقیل وقتی رفت کوفه همه اومدن دورش جمع شدن، ولی وقتی ابن زیاد اومد همون رهبران رو خرید، همون رهبران اومدن به قبیله خودشون گفتن که شما برگردید. یه چیزی که من فکر می‌کنم منافع شخصی خیلی وارد داره تو این طرف در لحظه فکر می‌کنه الان این منفعت منه، بعد یه لحظه میگه نه این الان منفعت منه. همینطوره. ببینید برمیگرده باز به همون تغییر. یعنی ما اگر بتوانیم خودمون به مسئله برسیم، خودمون چیزی رو کشف بکنیم، خودمون حقیقتی رو پیدا بکنیم، به این راحتی از دست نمیدیم. ولی وقتی خودمون رو میسپریم به کسان دیگه و میگیم اونها برای ما تصمیم بگیرن، هر تصمیم میگیرن نایجا میکنیم. تصمیم وقتی غلط باشه غلط. خیلی ممنون محمدی. خواهش میکنم. من اختیار دارین. خواهش میکنم. من امیدوارم که در آینده بتونم بیشتر در این رابطه مفید باشم و مطالب بهتری رو تقدیم دوستان کنم. گرامی خیلی ممنون که به این برنامه توجه کردید. نظرات شما باعث پیشرفت ما خواهد بود. تا روز بعد و برنامه بعدی از شما خدا حافظ. خدا حافظ.